بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و علاقمندان زبان عربی. آرزو میکنم خوب و صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. در درس 13 زبان عربی قرار داریم. عنوان درس ما هست اسرة محمد، خانواده محمد. انظر و استمع و اعد. انظر ببین و استمع و بشنو و اعد و تکرار کن. السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام. هذا جدي وهذا أخي. أهلا وسهلا. أين عمك؟ عمي ذهب. أين أنت اليوم؟ آسف، أنا مريض. شفاك الله. أين صليت اليوم؟ صليت في البيت أنا وخالي. خب دوستا، حوار ترجمه میکنیم. این حوار بین فضل و محمد است. السلام علیکم یا صدیقی. السلام علیکم دوست من. و علیکم السلام. هذا جدی. این پدر بزرگ من هست. و هذا اخی. و این برادر من هست. اهلا و سهلا. خوش آمدین. این عمک. کاکای شما کجا هست؟ عمی ذهب. کاکای من رفت. این انت اليوم. امروز شما کجا هستین؟ آسفون. متاسف هستم. انا مريض. من مریض هستم. شفاک الله. الله متعال به شما شفا بدهد. این صلیت اليوم. امروز نماز کجا خواندین؟ صلیت فی البیت انا و خالی. من و مامای من نماز را در خانه خواندیم. بخش دوم. انظر ببین و استمع و بشنو و اعد و تکرار کن. جد به معنای پدر بزرگ، جمعش میشه اجداد. اخون برادر، جمعش میشه اخوه، برادران. عمون کاکا، جمعش میشه اعمام، کاکاها. خالون ماما، جمعش میشه اخوال، ماماها. صدیقون دوست، جمعش میشه اصدقا، دوستان. یومون روز، جمعش میشه ایام، روزها. شفاک الله. الله متعال به شما شفا بدهد. یصلی نماز میخواند. یذهب میرود. بیتون به معنای خانه، جمعش میشه بیوت، خانه ها. آسفون متاسف هستم. فی در. خب دوستایی بود درس امروز ما. امید است که طرف توجهتان قرار بگیره. موفق و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.